خدا به هیچ کسی تا بیپولی و بدبختی نشون نده. همه مجبوری تو سعی کن که اولاد خور بفروختم از بیپولی. لالا نیرالله خیریت باشه. برو چرا گیره میکنی؟ خدا بد نده لالا نیرالله. چه کار گیره میکنی؟ چی بگم کجیجو؟ چه کاره؟ از این بچه خو میگم آه هم مجبوری و بدبختی بچه که قربا رفتم بفروختم از بیپولی. کی فروختی؟ ها لالا نیرالله آدم تو مجبور نباشه کجیجو اولاد خور میبره میفروشه. به تو کی همین بگو بفروختی؟ به همین گیلک ساده. بابی لالا نیرالله اشته دل شدی. چه کار کنم؟ تو با من بگو که من چه کار کنم. تو با من بگو من چه کار کنم. نکنی بگو. گناه داره دستا خو سر خونه دنی لالا نیرالله. آخه اشته شما برای من بچه خوب بفروختی به گیله که چی بگم دیگه عبی عقلی 90 سنتی کج را میره. شما به دو بچه خوب بفروختی. این کار خوبی کرده. چوب کن که زیر بال زن من مک پاش نده برو. والا دست من چی برمیه؟ من چه کار کنم؟ من چی خدمت به شما بکنم؟ خیال هر میکنم کاری دست من میای شما بگین که من به شما درخ نکنم. کجیجو خیال میکنم که هر دم میته به جلو روم میای استادی. هر دم هر چند دقیقه. وقته بین به چی شما؟ چه روزه. تفلک شیر خوری نوزاد شما به چی دلیل فروختین؟ چه کار بود شده بود؟ کجیجو اولم به تو بگفتم از بیپولی از بدبختی از این خاطر ما بفروختم. کار خوبی نکردین لالا نیرالله. لالا نیرالله آخه شما به چره بچه خود فروختین؟ دلیلی چی بوده؟ به چنده بدادی؟ کجیجو من مجبوری و بدبختی خو فروختم. آنه من بیام آدم از صبح تا به شام من میرم از من کار میکنم روز 2.5 ساعت به من پول میده تا به شام 1000 رقم خود ترم به سر میکنه. چه کار کنم؟ تو به من بگو من چه کار کنم؟ چه کار میکردم؟ به چند فروختم؟ به 37,000 روپیه. های بابا زندگی به سر انسان ها چی روزا نمیاره. تو شرایط ببین. حالا تو سعی کن که حالا تو سعی کن که روز چی وقت شده تا حالا نی به من نونی آوردن این چای حالا که بیا سکو چو گپ میزنه. تو از صبح میگه چه کار بکردی به منجی فقط میگی یک 10,000 روپیه برای من ماش میده ولی مجبور شدم که من این کارو بکنم. گجیر جو چه کار کنم؟ لالا نیرالله گیره نکنی. نصیب و قسمتت من میبوده که شما بچه خوب بفروشین. میگه بدون وعده خدا بلگه درخت نمیفته. حالا که من به دست شما نبوده که شما طفل خوب بفروختی. حالا چه کار کنم گجیر؟ کار خدمتی به ما باشه. سلامت برو جو زنده باشی خیر بینی کمی ده دقیقه بیامدی کم درد دل من کم شد. میفهمیدون دقیقه عدیمی منطقه تیر نمیشد تا به زنده بود. دعا کنین که خدای پاک این صحنه که به سر ورده سر هیچ کس نیاره که سخته. هم کار کنم مگر هم گریه کنم. اغرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در اغربت حال ما چونینه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه در بلنگر میزنه من دلم میلرزه ای پری بیا در کنار ما جان خسته را الارزان از پیش آمده باشه به بچه به مادر زنگ زنا لا 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 بچه خود خبر یا حقیقت بالا و دیلمه او چشما سوز به بند دیلمه چشمایی که به دیمیه
چشمایی که پیاله، چشمایی که بابا خود میشنسی به می دیروز سروز. الو سلام جیگرمه. جیگر که خوبی؟ زنده باشی جیگرمه. به چی میشتنه به چی به؟ آمی بسیار امور باور کن مدار خود نشناسه. چکو چیزه تو چیز کو یک کار که خو شیر دگه بوتی بس بزو بخرندگی تا نشه که شیر نده به بچه میکو و پیش مادر خود کنده شده شیر مایه شیر مادر مایه چایکو جیگر من چیشما مری بچه بخواسته باشه با بزو بدم چیشما با شیر که بجا باشه چیشما من زنده بشه یکم مردم نگذاری که سی کنه که نظر میشه. نه هیچ کسی نمیکرم نه خوشحالم بابا بابا خیلی خوشحالم که دل مامای به چادرم وقتی بچه برخ والله گوشیر بده به دستی گوشیر به بیفیلزی مرده کنجوی نمیفهمه دیگه تا عقلی نمیکشه بابا میفهمم چه روزه چه راستی شده نمیفهمه نه دیگه تا عقلی نمیکشه نه که موچس میکنه میخندی دله میفهمه که صدا آقاینه تو بده گوشیر گوشیر بیفیلزی جیگر میشنوی بیفیلزی بابا جیگر گپ من گوش میکشی یا نه چوب کو تو دگه من دوله بابا خو جیجیلی بابا خو چیکله بابا لچله جیتا لچله بابا لی چکله بابا لی چیکله بی لا میخنده سایکو تو قد نکن گوشید پیش بگیری تو رو به تا گوشی که بشنوه دما جیگالت داره جیگیلت داره خوشو که شغالک بیای تو میخوره شغالک بیا بخوره چیمه شغالک بیا منجوره که بخور یا که سایکو که چی میگم زبده همین مادر عجل گرفتی تو هم که بیای چشما خردم وا میکنه مثل چشم گوسالگی بری تشتن هم واسه دارم نگذاری به چی میکنم ببینم خوبه نه نمیکنم بگم شما نمیایی بخونه میام درتر میام همین زمینه بخوره میام بخاطر کام خودتی بخته کنم نه بابا خودتی مزه داد کاسر بلشتا به سر صفره به تو شعر نوشتم آی تو که به من بگفتی موها سر خوب بلند کو تو که خوش نداشتی بازم موها بلند شد هی بچه خوب کو الله گوشیر بده بیفون الله ایران دوره گل ما بچه جو به ایران تاکی انگوری حسینی بچه ما الله تو تپ کو ما لو میکنه تو تپ کو الله بلکن به 3-4 روزدگی مادر پیار خود بشناسی بر من اگه نمیشناسی به خاک که با 20 ساله چی میشناسی بر من خوب شد خوب شد نزن نشه خداحافظ تیار کو پیازم ریزه کو جیگرمه پیازم ریزه کو دوغم تیار کو جیگر دوغم تیار کو یک خنبه نزنه خب انا میام خداحافظ میام بیا میام تو برو ممنون خورم بیازی او میخوره حالا او قد بالا به تا دلمشه او چشمای سوز به تا جیگرمه او قد بالا به دلمشه زنده باشی جور باشی او چشمای سوز او قد قیافه به تا جیگرمشه اصلا به تا جیگرمشه شاید ماما شاگل
خدایی به من میگه قد بالاتو به جیگرمشه، قد چشماتو به تا جیگرمشه. خب اصلا به تا جیگرم باشه. ما بد کنم ماما شاگل، ما با چی خریدم؟ ما با چی خور میگم؟ ما شما را از همه جا میام به شما میگن قد بالا. خدایی قد بالا داری که به تا دل میشه. به چی خریدی؟ نه شما رو خریدم قد بالا، شما به تا دل میشه. خیال کردم به من میگی. ماما هر کس برابره بگه قد بالا شما به تا دل به شما میگه. خب همینجی ما و تو بودین دیگه، کسی نبود که خیال کردم به من میگی قد بالا تو چی را رفتنی داری قد بالا تو به دل. بشکشی بیش بو. بابا جان ما بچه خریدم، بچه خب بچه خریدم انیلیلا. خب انورالله خریدی؟ خب بله به چندی بخریدی پس؟ 100,000 روپیه کم است. 40,000 یعنی به 37,000. 37,000. آه. ماما اعمال 40 راستیر شده. خوب خب در بودم خیلی زن خود گفتیم گوشی بده به دستی و بیفین بزن. بازی خوندن کردم این نازپاس دادم مادر میگه که میخنده. او من پیار هوشیار خود رفته. زنده باشی سلامت باشی ماما. و خدا یعنی من خیلی نام خدا هوشیاریم. تو دیگه اصلا دیگه مقابل تو کسی نیه. راست میگه ماما جان. به نظر شما ما هوشیارتریم یا گساله؟ خدا نکنه برا نسبت گساله باشه. صحیح کنی. یعنی تو مزه داد تو. زنده باشین سلامت تعریف باشین. چرا آدم بکنه. یعنی من خیلی بیتر از گساله خیلی برا نسبت گساله تو خیلی بچه خوبی، بچه هوشیاری، فهمی. یعنی ماما این یک فکر دیگه ماما به می قیمت میارزه. باور که بیفتی. بیافتم به چی آدم بدم؟ به 30,000 میدم. نه به 5 لک نمیدم. اوشته بوده که بفروخته. چی مشکل داشته؟ لیلا بشاره دمی که به دست من نداد. همه گریه که سر خونه میته بزد به دیوال که اگه ما پریشون نبودیم، ما بدبخت نبودی، ما مشکل نداشتیم، ما خرج زندگی خود چری کار نکردیم، ما چری ایتا چری اوتا چری بچه خود بفروشیدی. خود رمضان میره به تاشو اونجا کنجد میگم من چم سوی میکنم شیلی سوی میکنم چه کار میکنم به روز 2.5 ساعت. ما گیر تا دل و تو انگار که همین انگار که از تو پول نسندم. ما گفتم چیزه ماما. خب آدمیه مشکل داشته ای. زنده باشی. میگم بله. بیا که شرطای هم به تو بگم که بعد سبا خور بخند تو ننازنه. خب چی؟ از او خط میگرفتی که سبا بچه کلان شه بعد میگه این بچه من به تو نداری بودم. او چیتال میزنه به تکوچه میبره به سراخو. راست میگه ماما. خط بگیرم ها. از او خطی بگید زن نشانش هست کنه خود نشانش هست کنه که من این بچه بیغت به تو بفرختم. سبا او 2 ساله 3 ساله شه او تیتال میزنه که بچه منی بچه گیلک نی دور میبره به سراخ و مشکل میمونی. ماما جان خداوند شما رو به دین دنیا خار نکنه. انا رو میرم زن خو میگم که برای که خط بگیری. خطی بگیری. تشکر باشه ماما. خیر بینی ماما. آیات که نره. چی نگو ماما. با من کسی نگو شما. بابا یعنی نورالله همون تا آدمی هسته. بابا ایلا راست میگه. انا میرم میگم ماما. چشما و تعدیل من رو قد بالا و تعدیل من قد بالا تو به تعدیل من شه تو خندیدینا و چشما سیاه به تعدیل من قد بالا تو به تعدیل من. بله خیر بینی بولارم تشکر. خیر بینی خیلی بچه خوبی تو. خیر بینی میگه چیه گیلک؟ دلی در خونه ماما چون کجا افتاده؟ بله چی میگی؟ چی خیر بینی بولار تو؟ چی؟ اکثره به من میگی چشماتو با تا دل میشه قد بالا تو با تا دل میشه. فیس نظر لطفتونو برو جو از کیف تا توی احترام به من میگذاری. فیس ما با تو میگم. اما به من میگفتی با میگی با تو من اصلا غلط بکنم که با تو بگم قد بالا تو با تا دل می. تو هم مثل ماما شاگل گرفتی. من تیر میشم بابا چی خو میگم قد بالا تو با تا دل ماما شاگل میگه خیر بینی تشکر. تو مال خودت بچه کجا آورده تو بابا خریدم 3 کاپچیل. بچه خریدی؟ بله همین تمر میشناسه که چی بگم میگه هم که میگم آقا جون جیگری جون لفظ جون جیگری جون نه میشناسه که منو. تو از اون خود بچه خو گفت. حالا من خودت تو گفت تو بچه منی. چیخ زمان خوشحال شدن که تو قد بالا من به تعدیل خوب کردی. به قول بیکارو که من قد بالا گوسفند بیارم تعدیل خوب کنم. نه ما گوسفنده هم. نه خود دور از سر گوسفند باشه.
آخه بچه کجا بچه بیلیلا. خریده فروش میشه بیلیلا گو پریشونو من بچه نداشتم نورالله آخه خودی ما کار میکنه پریشون که هست در عوض میفهم خودت کار میکنه ای به من تا حالا هیچی نگفته که من میتونه داستان بچه خود فروختیم یا چه کاری اگه تو میخریدی نمیخریدم حداقل نمیخریدش تو مثلا اون بی پوله همین امراض بودگی لکه بی پولی به سر آدم هر روزگاری میاره این ایرونو کی بخریدی بچه را چی؟ کی بخریدی دیرو نپیش دیرو آره رو پره روز میشه دیرو نپیش چند گفتی خریدم سکم چل سکم چل آه 37,000 امو سیاف من از آخر شروع میکنم میتونه سر شروع نمیکنه که یاد داشته باشین سیاف بگم چی جواب دیره بشه برو بدم تلویزیون ها اعلام کو کجا؟ بدم تلویزیون ماما شاگل گو برو خط بگیر از که پیشیمون میشه نه دم تلویزیون ها اعلام کو بگو ما بچه دارم که مردم حل به جریانشم بفهمم خب همه ما بخیر خوشید فکر می نورالله چند وقت میشه خود ما کار میکنه این بیچاره تو حال به من می درد دل خود نگفته مثلا من خبر دارم که این بی پوله ای که نگی ای بی پولی بچه خود بفروخته به زی گله ای خدا دیگه هیچ بندر محتاج به کسی نکنی